سلام و درود بیکران خدمت همراهان گرامی بچه ها. امروز پارت سوم ادجکتیو کلازا رو داریم و میخوایم بریم سراغ whose، where و when. آماده اید؟ اینم بگم ممکنه یه کوچولو اینا واسهتون چالش داشته باشه، ولی اگر که اون دوتا ویدیوی قبلی رو دیده باشین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه یه بک‌گراندی داشته باشین راجع به این رنگ بندی های مختلفی که من گذاشتم روی جملات، چون دیگه من توی این ویدیو زیاد توضیح نمیدم. وقتی هم که کل این ویدیو تموم شد مطمئنم که با خودتون میگین چقدر آسون بود. پس شروع میکنیم. اول از همه میخوام در مورد هوز بگم. بچه هوز واسه چیه؟ هوز واسه مالکیت. هر جایی که یه چیز مالکیت داشت، کتابم، کتابش، کیفم، کیفش، خانهش، هر جا که اشتور داشت توی جمله‌ای که ما به فارسی ترجمهش میکنیم متوجه میشیم که ما میتونیم از هوز استفاده بکنیم. بچه‌ها من اینجا یه کوچولو رنگ بندی ها رو عوض کردم. مثلا اگر که میخواستم طبق ویدیوی قبلی برم جلو هیز بایک و هوز بایک و اینجا باید قرمز میکردم، ولی یه کوچولو چشم اذیت میکرد، برای همین سبز کردم. همون قرمز است، یعنی همون کارکرد قرمز رو توی اسلایدهای قبلی داره. نیام بگین که پس چرا سبز شد، پس مگه قرار نشد همش با یک قانون و سیستم بره جلو؟ نه، همونه، فقط به خاطر اینکه چشم کمتر اذیت بشه این رنگ کردیم. آینوده من آقا رو میشناسم. خب اون آقای کیه؟ همونیه که دوچرخش دزدیده شده. دوچرخش دزدیده شده. بچه‌ها نکته‌ای که وجود داره، من توی این جمله میخوام آقا رو توصیف کنم. حالا درسته که دوچرخش دزدیده شده، ولی من کاری به دوچرخه ندارم. از دوچرخه میام استفاده میکنم به خاطر اینکه آقا رو توصیف کنم. حالا چرا من دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه میخوام بهتون بگم کی باید استاپ بکنین. بعد از من شما باید توی جمله اول استاپ بکنین. آینوده من اون آقا رو میشناسم. کدوم آقاه؟ اونی که دوچرخش، و حالا چون اش دارم، دوچرخش دارم، مالکیته، میدونم از هوز باید استفاده کنم. اوکی. آینوده من رو پس می نویسم، استاپ میکنم، به جای هیز بایک می نویسم هوز بایک و ادامه جمله دوم رو که رنگ سفید اضافه میکنم. جمله اینجوری شد: I know the man whose bike was stolen. جمله بعدی: The student writes well. I read her composition. دانش آموزه خوب می نویسه. کدوم دانش آموزه؟ اونی که من انشاشو خوندم. خب پس از جمله اول the student تا به student رسیدم، استاپ میکنم، می نویسم the student. میام روی جمله دوم. توی جمله دوم میخوام جای چی بیارم؟ میخوام her نیارم. اینجا میخواستم his نیارم، یعنی اینجا من به جای his whose آوردم، اینجا باز به جای her whose میارم. چیزی که قراره حذف بشه رو پیدا میکنم و به جای اون چیزی که میخوام رو میذارم. مثل اونایی که نقش سابجکت داشت، مثلا ایت رو پیدا میکردم به جاش that میذاشتم، which میذاشتم، یا مثلا her رو پیدا میکردم به جاش who میذاشتم یا whom میذاشتم. اینجا اون چیزی که میخوام جایگزینش کنم چیه؟ herه. به جای her whose میارم و بدونین که وقتی که من به جای her whose میارم که قرار نیست her رو توی این جمله ببینم. اوکی؟ پس the student رو می نویسم. کدوم student؟ اونی که انشاش خوبه، whose composition، و بعد ادامه جمله دو هر آنچه که مونده رو اضافه میکنم به رنگ سفید I read و بعد میپرم روی جمله اول هر آنچه که مونده رو اضافه میکنم. The student whose composition I read writes well. اون دانشجویی که انشاشو خوندم خیلی خوب می نویسه. اوکی؟ خب بازم تاکید میکنم مرحله اولمون این بود که جمله اولو میخوندیم تا به اون چیزی برسیم که میخواستیم توصیفش کنیم، استاپ میکردیم، میپریدیم روی جمله دوم. حالا مرحله دوم به جای اون چیزی که از جمله دوم نمیخواستیم بیاریم یه چیز دیگه جایگزین میکردیم. حالا برای مثال اینجا هوزه و بعد تمام اون چیزایی که توی جمله دوم بود که به رنگ سفید رو اضافه میکردیم و مرحله آخر میرفتیم روی جمله اول هر آنچه که از جمله اول باقی مونده بود که به رنگ سرمه تیره هست رو به جمله اضافه میکردیم. دقیقاً مثل همون ترتیبی که با اول و دوم به شما گفتم. مثال بعدی. بچه‌ها این مثالا رو اول سعی کنید خودتون بسازین جمله رو، بعد بیاین جمله ساخته شدهش رو نگاه بکنین. اول تلاشی بکنین بعد بیاین چک بکنین. A coworker drives an old taxi to work. Her parents own a taxi company. یک همکاری که داره یک تاکسی قدیمی و میرونه که برسه به خونه، پرنتساش یعنی والدینش شرکت تاکسی رانی داره.
حالا من اینو میخوام چیکار کنم؟ من میخوام اون کوورکر رو توصیف کنم دیگه. اون کوورکری که چیه؟ کوورکری که خانواده‌اش. پس کوورکر رو مینویسم. a coworker استاپ میکنم، میام پایین چیو میخوام جایگزین کنم؟ به جای her parents میذارم whose parents. بقیه جمله توی حالت دوم رو own a taxi company رو اضافه میکنم و بعد میرم drives an old taxi to work رو اد میکنم. a coworker whose parents own a taxi company drives an old taxi to work. مثال بعدی. The workers got a bonus. Their department had the most sales. اون ورکر، میخوام جمله آخرم اینجوری باشه، اون ورکرایی که بیشترین فروش رو داشتن بونس رو گرفتن. اوکی؟ The workers استاپ میکنم. کیا؟ اونایی که their department، دپارتمانشون. به جای their میام از whose استفاده میکنم، department. و بعد had the most sales رو اضافه میکنم و در ادامه got a bonus. بریم سراغ where بچه ها. where واسه چی میاد؟ واسه مشخص کردن مکان. حالا مدرسه، دانشگاه، نمیدونم یه شهر خاصی، هر جا. جمله اول رو ببینین. The building is very old. اون ساختمونه خیلی قدیمیه. جمله دوم he lives there. اون اونجا زندگی میکنه. خب ما حالا توی این جمله ها اصل مطلب واسه ما چیه؟ اصل مطلب اینه که میخوایم بگیم اون ساختمون قدیمیه. یعنی در مورد ساختمونه میخوایم صحبت بکنیم و تاکید ما اینه که ویژگی های ساختمون که حالا قدمتش رو توضیح بدیم. جمله دوم یک توصیفیه برای اون ساختمونه. He lives there. میخوایم بگیم اون ساختمونه، کدوم ساختمونه؟ همونی که اون توی زندگی میکنه قدیمیه. که بین ساختمونهای مختلف ما متوجه بشیم که دقیقاً داریم راجع به چی صحبت میکنیم. پس استاپ ما بعد از the buildingه. اینجا میخوایم به جای در از یک کلمه دیگه استفاده کنیم که چون مکانه از ور استفاده میکنیم و ور رو اینجا میاریم. بعد از اون تمامی اون چیزهایی که توی جمله دوم مونده که he lives رو اضافه میکنیم. بعد میایم جمله اول is very old رو اد میکنیم. The building where he lives is very old. حالا یه نکته دیگه وجود داره. این نکته خیلی ریزه و باید بهش توجه بکنیم بچه‌ها. در اونجا، خب منظور ما از اونجا چیه؟ میخوایم بگیم توی اون ساختمونه. یعنی فرض کنین به جای اینکه من بگم اون اونجا زندگی میکنه، بیام بگم اون توی اون ساختمونه زندگی میکنه. خب توی این حالت این به عنوان حرف اضافه میاد توش. اوکی؟ ما میتونیم به جای where از in which هم استفاده بکنیم. حالا به چه صورت؟ این برای توضیح داخل ساختمون بودن میاد. خب ما میخوایم بگیم داخل ساختمونه. in which یعنی داخلش. بچه ها این داخلش دیگه مالکیت نیستا. فکر نکنین که حالا مثل کتابشه، مثل کیفشه. داخل آن ربطی به اون نداره. داریم توضیح میدیم راجع به اون مکانه. اوکی؟ پس ما میتونیم به جای ور، چون که منظورم از در داخل آن ساختمان است، از این استفاده بکنم و بعد which بیارم. یعنی جمله من میشه The building in which he lives is very old. همه ارکان جمله جای خودش میمونه، فقط ور میشه in which. حالا من میتونم این رو جاشو عوض بکنم. کجا اینو بیارم؟ این رو بیام بعد از اینکه تمام جملاتی که توی جمله دوم بود رو نوشتم که به رنگ سفیده، اینو اضافه میکنم. اوکی؟ The building رو مینویسم، which که سر جای خودش میمونه، بعد میام جمله دوم he lives رو اضافه میکنم. حالا این رو بعد از he lives میچسبونم و اضافه میکنم و بعد میرم is very old. به جای which میتونم از that استفاده کنم و بعد دوباره حالا این همون جای خودش باقی میمونه، میتونم حذف بکنم. یعنی بگم the building he lives in is very old. بچه ما این that نداریم. یعنی من اگر که بخوام این رو بچسبونم به چیزی و وسط جمله بیارم، فقط میتونم از این which استفاده بکنم.
این از این. بریم مثال بعدی. That is the special book my daughter puts her money there. این یه کتاب خیلی خاصیه. دختر من پولاشو میذاره اونجا. حالا اونجا اگر بخوام یه مدل دیگه بگم چجوری میگم؟ میگم داخل اون کتابه. داخل یعنی اونجا برای من دقیقا معادل داخل اون کتاب است. داخله رو من با این نشون میدم. اوکی؟ دقیقا با همون سیستم پیش میریم. جمله اولو میخونم تا برسم به بوکی که میخوام توصیفش بکنم. این همون کتاب است. خب به جای در ور میارم و بعد ادامه جمله دوم رو بهش میچسبونم. توی مدل دوم گفتنم به جای ور این ویچ میارم. بعد توی مدل سومم اگر که بخوام اینو از ویچ جدا کنم اینو میارم میچسبونم به تمام اون سفیدایی که نوشتم که مابقی اون چیزی بوده که توی جمله دوم بوده و ویچ یا دت میذارم یا هیچی نمیارم همون وسط جمله. یعنی من این جمله میشه که that is the special book which my daughter puts her money in یا that is the special book that my daughter puts her money in یا that is a special book my daughter puts her money in. مثال بعدی. This is the mattress. این همون تشک است. کدوم تشکه؟ همون تشکه که my grandma hid some money there که مادر بزرگ من پول توش قایم کرده بود. حالا بچه ها اینجا در یعنی چی؟ در یعنی in the mattress توی اون تشکه گذاشته بود؟ نه، زیر تشکه گذاشته بود. وقتی که ما میگیم که مثلا پول گذاشته تو تشک معمولا زیرش میذارن دیگه. پس دیگه من نمیگم in the mattress، میگم under the mattress. و اینجا جمله‌مو بخوام بنویسم میگه this is the mattress where، یعنی به جای در باز میتونم بگم where. اصلا برام مهم نیست که اینجا prepositionش چیه، چه این باشه چه at باشه چه under باشه، هر چی. وقتی که بخوام با where بیارم where رو خالی میارم بدون حرف اضافه. This is the mattress where my grandma hid some money. حالا اگر که بخوام با which بیارم یا اگر که بخوام من به هر دلیلی where رو حذف بکنم، that بیارم یا هیچی نیارم، هر کاری که بخوام بکنم برای حذف کردن where باید preposition رو اضافه بکنم. This is the mattress رو میارم under which، under رو میارم میچسبونم به which my grandma hid some money. میتونم چیکار کنم؟ میتونم under رو از which جدا کنم و به انتهای جمله اضافه بکنم. البته بچه ها به انتهای جمله نه، به انتهای سفید رنگ ها. اینو دقت بکنید. حالا اینجا انتهای سفید رنگ ها انتهای جمله هم هست. جمله اینجوری میتونه باشه This is the mattress which my grandma hid some money under. Or this is the mattress that my grandma hid some money under. یا this is the mattress my grandma hid some money under. بریم سراغ when. بچه ها ببینید این جمله رو. I will never forget the day. من هیچ وقت اون روز رو فراموش نخواهم کرد. جمله اولمه. جمله دومم اینه که I met you then. که من تو رو موقع ملاقات کردم. هدف اصلی من چیه؟ هدف اصلی من اینه که اون روز رو بیام توصیف بکنم. کدوم روزه؟ روز تولدت، روز نمیدونم ازدواجت، اون روزی که موهاتو کوتاه کردی، اون روزی که نمیدونم دانشگاه قبول شدی، کدوم روزه؟ اون روزی که تو رو ملاقات کردم. پس این توصیف من واسه یه روزه. پس من باید از تمام اون چیزی که واسه زمان استفاده میشه استفاده کنم که بهترین چیز واسه من ونه. جمله اولو می نویسم تا به اونجایی که برسم. Day, I will never forget the day. کدوم day؟ when رو اضافه میکنم و ادامه جمله دوم I met you. این جمله رو میتونم یه جور دیگه هم بنویسم. دقیقاً مثل همون مدلی که واسه where گفتم. اگر که نخوام when رو استفاده بکنم میام میبینم که منظورم از اون روز چیه؟ منظورم از then چیه؟ اون روزه on the day. چون برای روزها من on استفاده میکنم. میام preposition مناسبش رو میچسبونم قبل which. بچه دقت کن on when نداریم، ما on which ولی داریم. جمله میشه I will never forget the day on which I met you. حالا یک تفاوتی داره با where ها. اونم اینه که من نمیام
وقتی که میخوام that استفاده کنم یا وقتی که میخوام حذف بکنم کلن when رو آن رو بچسبونم به آخر اون سفیدا. توی زمان کلن preposition فقط و فقط قبل which میاد بچه ها. یعنی اگر که من بخوام جمله رو با that ببندم میشه I will never forget the day that I met you. و اگر که بخوام حذفش کنم میشه I will never forget the day I met you. یه نمیام بگم I will never forget the day that I met you on. اوکی؟ نکته که وجود داره preposition واسه روزها، مثلا میخوام بگم دوشنبه آنه، برای سالها مثلا سال 20 اینه، برای ماها اینه باز، و برای تایم حالا میخوام بگم ساعت 7 ساعت 8 هرچی ات استفاده میکنیم. مثال بعدی، حالا اینجا واسه یه روزه. Monday is the day. دوشنبه همون روز است. کدوم روزه؟ اون روزی که my cousins from Turkey will come then. اون روزی که پسرمای من حالا مثلا از ترکیه قراره بیان. اینجا من میتونم با همون سیستم پیش برم، به جای then when بیارم و جمله رو بنویسم. میتونم بیام بگم خب بچه این داخل پرانتز خودتون باید متوجه بشین. حالا من آوردم به خاطر اینکه دارم تدریس میکنم. اگر که جمله به این صورت بود my cousins from Turkey will come then، من میام میگم خب then یعنی چی؟ یعنی توی اون روزه دیگه. خب واسه روز چی استفاده میکردم؟ این میآوردم، آن میآوردم، ات میآوردم، چی میآوردم؟ خب آن میآوردم. پس حالا اگر که بخوام به جای when از یه چیز دیگه استفاده کنم، یعنی بخوام از which برفرض استفاده کنم، میام میگم on which. ولی اگرم که نخوام از which استفاده کنم، بخوام از that استفاده کنم یا بخوام چیزی نیارم، دیگه آن رو هم حذف میکنم. میشه Monday is a day that my cousins from Turkey will come. مثال بعدی 4 a.m. is the time their plane arrives then. 4 a.m. زمانیه که هواپیماشون میرسه. خب الان من اگر که باز at that time رو نداشتم که ندارم هم توی جملات، از کجا بفهمم preposition چیه؟ از اونجایی که برای 4 am برای زمان همونطور که براتون توضیح دادم at میاریم. پس من میدونم اگر بخوام به جای when چیزی بیارم از at which استفاده میکنم. همین دیگه بچه ها. فعلا تا این قسمت کلاس ها تموم شد. ادجکتیو کلاس ها. یک سری توضیحات بیشتر رو و ادامه درس رو در ویدیوهای آینده خواهیم داشت. حسابی برین تمرین بکنین بچه ها. اینا خیلی مهمه، بی نهایت مهمه. توی ریدینگ، توی سپیکینگ، توی رایتینگ قراره مواجه بشین. من چون تدریس تافل انجام میدم میدونم بچه ها چقدر با این قضیه مشکل دارن. پس تا خیلی دیر نشده حسابی روی موضوع تمرین کنین. مراقب خودتون باشین. فعلا خدا نگهدار.